سلام برابکس. امروز اومدیم با تحلیل سیگار 57 قدیمی. ببینید باید اول بازش کنیم. آقا اگه بخوام حقیقتا راستش رو بگم از بستش آنچنان خوشم نمیاد، ولی از این تمر مانند بالاش خیلی خوشم اومد. بسته آنچنان با کیفیتی نداره. قیمتی که بنده خریدم 15,000 تومانه. یه نخشو در بیاد. ببینید نیکوتین و قطرانی روی بسته نوشته نشده و آرومای خاموشه به شدت با کیفیتی داره. از اما اول میتونید بفهمید سیگار با کیفیتیه. نمیدونم این سیگار نرمه یا خشکه، چون بنده به احتمال زیاد خیلی وقته که تولید نمیشه و الان هم که بنده گرفتم نسبتا خشک بهش میخوره باشه. سوراخ رد و بدل هوا نداره، همونطور که میدونین به دلیل فیلتر قرمز بودنشه و فیلتر آنچنان با کیفیتی داره، خیلی باحاله. فیلترش چاپ شده است و چاپ خاصی هم نداره، اصلا هیچ چاپی نداره. کاغذ با کیفیتی هم داره. اولین سیگار ایرانیه که دارم میبینم کاغذش خوبه. روشن کنیم ببینیم چه جوریه. برعکس آرامای خاموشش خیلی خوب بود و آرامای روشنش متوسط. کامدهیش به شدت زیاده، دودش به شدت غلیظه. برای استفاده روزمره توصیه نمیشه، چون هم کم پیدا میشه و هم سیگار سنگینی بهش میخوره باشه. چون چیزی که بنده ازش درک کردم روی بسته نیکوتین و قطرانی نوشته نشده، ولی بهش میخوره قطرانش بالای 8 باشه و نیکوتینش بالای 6 دهم. سیگار سنگینی حساب میشه، گلو رو اصلا نمیزنه. اندازه بوش خیلی زیاده، نسبتا روی لباس و دست زیاد میمونه و دقیقا هم تا همین فیلترش، نصف فیلترش توتون داره، دقیقا مثل بهمن کوچیک. یعنی سیگاریه که خلطاور نیستش، گلو رو نمیزنه، توتونش تا ته پر شده، ولی به دلیل اینکه به احتمال زیاد یک مدتی از ساختش گذشته سیگار خشک شده و این سیگاریه که هیچ چیز خاصی روش نوشته نشده، دقیقا مثل یونایتد 100 اسه، فقط اومده 4 تا چیز نوشتن و رفتن. سیگاریه که اولین سیگاریه که بنده میبینم کاغذش با کیفیته. سیگاری هستش که اگه خمش کنید خم نمیشه، دقیقا به دلیل همون توتونشه و سیگاریه که کاملا روی فیلتر و کاغذش کار کردن. فیلتر فشرده شده‌ای داره و به همین دلیل قطران زیادی رو جذب میکنه به خودش. همین دیگه بچه‌ها، خدا نگهدار.